درواز همیشه گمان میکردن که ما هم ردیف یونانیم. نمیگفتن که مثل بخارا مثل بغداد. فطرت دروازی میگه فطرت از روی ادب اظهار نادانی کند، ورنه یونان بردن خاکستری درواز را. یا اینکه اگر شما بالای مقبره مولانا بحرینی دروازه بینید که این فکر گردونسای تو یونان کند درواز را. باز هم آمده است به یونان مقایسه کرده است. برای من میخوام که بگم که تعبیری همین بیت امروز عملی شد. امروز همین درواز یک یونان خرد شده است. درواز جای است که منفیت وطن و منفیت شخص توأم است. امنیت وطن و امنیت شخص برابر است. حفظ وطن و حفظ دیوار خانه خود یک معنی دارد. اما در درواز آدم دقیقاً در درواز و همه بدخشان قدقدی آدم دقیقاً میفهمد که امنیت چیست، تهدید چیست، حفظ وطن چیست. با اجازت شما صحبت را آغاز میکنیم و من حالا صحبت را سر نکرده کمی احساساتی هستم. یکی اگر نتیجه همین سفری طولانی یک هفته به کوهستان بلند باشد، یکی همین شکوه و حشمت همین نام درواز است که حالا استادی ما استاد قناعت گفتن سخن را وزن و تمکینی زمین باید، سخن را قدرتی جان آفرین باید. یعنی وقتی در درواز سخن میگیم انا او معیار است. بنابراین هر کسی که در درواز در روبروی یک مردمی با فرهنگ، با معرفت، با اصالت صحبت میکند او یک مسئولیت دارد. از این شروع میکنیم که همین درواز نه تنها در ذهن من، در ذهن هر یک تاجیکی خودآگاه، در ذهن هر کسی که تاریخ و تمدن این ملت رو میداند یک جایگاه خاصه دارد. باید اول از همین تاجیکستان ببینید آخه همه جاش خوب است، همه جاش زیباست، همه جاش بهشتی، همه جاش ناتکرار. هر جای میرم این مردم خوبه ببینید، منظره خوبه ببین، صفتهای خوبه ببین. برای همین وقتی که من هر جا میرم و میگم که این دیار چنین است چنین است چنین است، در اصل من میخوام نشان دهم که این ملتی سرزمین همین گونه ظرفیت خوبی و بزرگی و فرهنگ و زیبایی دارد. یعنی در مجموع قدرتی همه منطقه ما از قدرت ملت ما. بنابراین وقتی درواز میگیم همچه یک بخشی مهمی، هم تاریخ، هم فرهنگ، هم هویت، هم دولتداری امروز ما او را ذکر میکنیم. از این وقتی که درواز میگیم نامی بلند و این افتخار بلند و این سرزمین زیبایی، مثلا این کتاب نور است در جبین بدخشان یک بابش من درباره آبی درواز، انجیری درواز، اناری درواز نوشتم. شما را نگاه کنید. مثلا همین یک آدمی اگر بسیار آگاه باشد، یک همین علم انجیر در همین درواز خودش یک داستان است. من با استادای کهنسال با موسفیدا صحبت میکردم، اونا گفتن که همین به یک درخت انجیر ما تمام سال حساب میکنیم، کلندر دارن از انجیر. مثلا میگه که همین انجیر مخچه کرد یعنی آهو در کوه بچه میکنه، اگر انجیر من زرد شد ابر میشه. همین خلاصه با همین انجیر وقتی نماز پیشینم به سایه انجیر میسنجه، کلندرش هم انجیر، ساعتش هم انجیر، با قسمت طبابتی و طبی و شفایی و ایناش یک طرف. بینه در یک انجیر یک فلسفه و یک دنیا است، ولی در دیگر شکلی صبح نیست. بنابراین یک سرزمین زیبایی، یک سرزمینی بسیار راز و رمزها. دیگر اینکه درواز برای ما یک سرزمینی سخن بلند،
سرزمین ادب. ما بسیار نام‌های با شکوهی داریم که به همین جا وابسته است. ما فطرت دروازی را میدونیم، ولی در عصر ما استاد مومن قناعت کسی که همون ظرفیت تاجیک رو، اصالت تاجیک رو با تمام شکوهش نشان داده است. بنابراین همین مومن قناعت برای ما مثلا جوانای سالهای 90 و 80 یک پیکره هویت ملی بود و هنوز هم همین خیلی از همین رو من یک کمی اگر با افتخار گپ زدم یک چیز رو گویم که من یک قرض پیش همی درواز دارم که در علم و در شعر استادانی من از همینجا زیرو همین کتابی مجموعه شعری مرا استاد مومن قناعت مقدمه نوشته. یعنی که وقتی که در کتابت یکم بزرگ مقدمه می نویسد یعنی دعا می دهد، فاتحه می دهد، مور می زند. بنابراین این یک افتخار ابدی است که برای من که کتابی اشعار من با سرسخن استاد مومن قناعت چاپ شد و در این زمان رساله کار دیپلمی من با راهبری استاد خدای شریف انجام شد. یعنی نام رساله من بود معنی نی در مثنوی مولانا جلال الدین رومی که راهبر علمش بود خدای شریف. پس من میگم که در علم دعای خدای شریف گرفته گیم، در شعر دعای مومن قناعت. از این بالاتر چی؟ این بسیار اگر شما همین بین اهل علم و اهل شعر ده باشه همه رشک میبرم بینی، بسیار گپی بلند است. خب اکنون این درواز با سرزمین سخن، سرزمین علم گفتیم، با سرزمین هنر. اکا شریف جورایف، عبدالله نظری ما خورد بدیم پدرای ما همین که اکا شریف جورایف و عبدالله نظری میخوندن گفتن خاموش تا تمام کردن امو در خانه خاموشی. پدرامون هم خیلی مخلص بودن. یعنی من فکر کنم هر خانواده تاجیک هم خیلی بود. بنابراین درواز هم چه یک سرزمین هنر و در نهایت سرزمین تاریخ. درواز با وجود این که در نظر اول یک کوهستان تا بعد اینجا تاریخی بزرگی نه تنها فرهنگی دارد، تاریخی بزرگی سیاسی دارد. یعنی رساله استاد بهروز زبیرالله است درباره شاه منصور مقاله درباره شاه منصور بینید سلاله شاهانی دروازی را نوشته که چی شکوهی در اونجا بوده است. حتی یک مثال من در افغانستان شنیدم، یک شهرک است گلبهار در بالای کابل. همه از کابل بالا شهرک گلبهار است. همونجا میریم میگن که امی گلبهار ملکه درواز بوده است. خیلی چی ناراضگی میشه گلبهار امی همه گروه و خدمتگاراش و کاروانش گرفته میره در اونجا مقیم میشد. بعد همون مردم محلی میبینن گلبهار اومده است، خیلی اونجا جا میکنن. بعد بهار میشه این نگاه میکنه خانم که احوال اونا زندگی اونا بسیار سطح پایین. بعد اونجا همه افغانا گفتن که امی گلبهار در اینجا جویبار کشیدن یاد داده است، آب دادن زمین یاد داده است، پیله از توت درختی توت کرم ابریشم استحصال کردن پیله را یاد داده است. همین این در عصر حدوداً 14-15 بوده است. یعنی تصور کنید که پس سطحی مدنیتی اینجا چی بوده است و در اونجا چی بوده است. یعنی اونا میگن که همین چیزها را به ما ملکه گلبهار از درواز آورده است. همین خودش بسیار یک همه چی را میفهمونه، دیگه شرح نمیدید. خب و این کران، شهر بزرگ کران که تمام کشور تمام جهان به دیدن این میآید و من برای که همین قسم صحبتم درباره درواز به همین جنب بس کنم. همون وقتی که من به کران آمده بودم ما بسیار
قلعه های تاریخی، جاهای تاریخی دیدیم، ولی کران یک شکوهش در این بود که یک بلندی، کوه در بالای کوه و جایی که دیگر هیچ کس شبهه نمیکند که این مال تاجیک است. چون بسیار یادگاری های تاریخی ما را میخوان دندان زنن، از خود کنن، ولی کسی جرأت نمیکند که کران را از خود کند، چون که کران فقط خاصی همین ملت است. برای همین شعر کران هم در این قسمت میگویم، تو که اگر یادتون باشد ایره آهنگ بستن خواندن، امو احساسات من در لحظه وارد شدن به کران بود. قدری هر سنگ چو فرهنگ گران است اینجا. همین شعر شنید؟ قدری هر سنگ چو فرهنگ گران است اینجا. چشمی هر خویش چو مادر نگران است اینجا. چه عظیم و چه قدیم و چه جوان است اینجا. و قدمگاهی بلندی پدران است اینجا. آسمان شهری بهشتی کران است اینجا. خصم، یعنی دشمنای تاریخی ما، خصم میخواست که تاریخ تو کوتاه کند. جایگاهی تو به خود نسبت و همراه کند و بشر را به چنین وسوسه گمراه کند. ردی هر فتنه‌ای آن فتنه‌گران است اینجا. آسمان شهری بهشتی کران است اینجا. دوش علامه قناعت کی بزرگان باشد، گفت معنی کران شهر بزرگان باشد. معنی دیگری آن تاج خراسان باشد. استاد گفتن که همین کلمه کران، تاج روسی هم از کران هست. معنی دیگری آن تاج خراسان باشد. سندی فر و بزرگی کیان است اینجا. آسمان شهری بهشتی کران است اینجا. داشت تاجیک از اول خط و عنوانی بلند. داشت تاجیک از اول خط و عنوانی بلند. وطن شهری بلند و در و دیوانی بلند. کوه بر کوه نهادند نیاگانی بلند. نه به تعبیر به حق بامی جهان است اینجا. آسمان شهری بهشتی کران است اینجا. خوشید. و چون تاریخی کران را ذکر کردیم، تاریخی درواز را گفتیم، باید بگیم که امروز هم درواز در سطح کشور یک نمونه رشد، آبادانی، پیشرفت است و هر کسی از درواز میگذرد در ناحیه کوهستان مهمانخانه 5 ستاره داشتن این یک افسانه است، ولی در درواز و برای همین من تبریک میگم رئیس محترم رو، همه مسئولین اینجا رو که درواز رو به یک نمونه عالی رشد منطقه کوهستان تبدیل دادن. یک شهر که خورد، یک پیشتر ما به بهشت قیاس میکردیم، واسه بسیارمین به شویتساریا میگن همین شویتساریا تاجیک ولی درواز است. بنابراین البته چقدر رئیس گفتن در این کار بینید، همین برادر ما، دوست ما شیرعلی کبیر که قسم گذاشتن، همین شخصیت خودش نشون میده پتانسیل یا ظرفیتی یک شخص کوهستان میتونه چقدر قوی باشد. از همین رو در خلاصه میگم که همین یک گپی عجیب است که همین در ادبیات ما، در فرهنگ ما، مردم همین بزرگی رو به بغداد قیاس میکردن، به بخارا میگفتن که اینجا مثل بخارا بزرگ است، لیکن در درواز یک گپی عجیب بود. همین درواز همیشه خود رو با یونان مقایسه میکرد. این خیلی عجیب است. یعنی شما همین کتابای تاریخی رو بینید، بسیاری از بزرگان درواز
و سیرش در اون مقاله بیروز است درباره شاه منصور. ولی یک سنت عجیب است که یگان منطقه دیگه کار نمیکنه. درواز همیشه گمان میکنن که ما هم ردیف یونانیم. نمیگفتن که مثل بخارا مثل بغداد همین نیست. برای مثل فطرت چی میگه؟ فطرتی دروازی میگه فطرت از روی ادب اظهار نادانی کند، ورنه یونان بردن خاکستری درواز را. یا اینکه اگر شما بالای مقبره مولانا بحرینی دروازه بینید، همچنان نوشته است که بحرین ز فکر و رایت چخیل است، امیدوارم بعد از این کین فکری گردون سای تو یونان کند درواز را. باز هم آمده است به یونان مقایسه کرده است. برای من میخوام که بگم که تعبیری همین بیت امروز عملی شد. همین یونان اگر در ارزوهای نو بود، امروز همین درواز با زحمتی رهبریت نویه، با سیاست پیشوای ملت، با کوشش های شیر علی کبیر یک یونانی خرد شده است. سلامت بشه، سلامت بشه. اما من میخواستم بگم که یعنی امو سخن اخیر عمل شد که این امروز شد یونان، این آبادی، همون شرایطی که در یونان یک توریست داره در دروازم داشته میتونه، در همین چهارچمن حتی بهتر از یونان. و یک افتخار دیگر در همین روزی دولت داری بگیم درباره درواز، این در همه جا نگوید لیکی بسیار گپی مهم است. همین جمهوری تاجیکستان در اساسی 3 ناحیه ساخته شده است: ناحیه مسچو، رشت و درواز. این بسیار گپی مهمی تاریخی است. یعنی وقتی که بحث تأسیس جمهوری تاجیکستان میشه، دشمنان دولتداری ما نمیخواستن تاجیکا صاحب دولت باشن. هر منطقه را من اینجا 1% از ما هست، اینجا 2% از ما هست گفته به خود نسبت دادن. بعد نصرت الله مخصوم وقت رئیس ریفکوم بخارای شرقی بود، میگه که آخه چخیل این تاجیک به دولت میشد. نصرت الله مخصوم میگه که من جای را نشان میتم که یگام کس غیری تاجیک نیست. بعد در همون اولین حجتی که نصرت الله مخصوم تشکیل میده، میرد مسچو، نوع مسچوی کوهی، رشت و همین درواز رو روی خط میکنه، میگه یگان غیری تاجیک نیست. انا همین حجت اساس شد که 10 مارس سال 1924، یعنی 6 ماه پیش از تأسیس تاجیکستان، اولین قرار درباره تأسیس ولایت تاجیکستان برآمد که نوشته است ولایت تاجیکستان از ناحیه مسچو، غرب و درواز عبارت است. تمام. اگر کسی گوید که منبعش کجاست، در ارشیو مرکزی جمهوری این پرونده رقم 62 صفحه 101 همین حجت است. و در کتاب استاد رحیم اصف صفحه 48-49 باز همین گپ هست. و در این ناحیه سرحدی که همین شما از تریزتون سرحد میبینید، در اینجا خطی مرزی خانه و خطی وطن یک جاست. این مردم ما در دوشنبه سرحد اگر گویی میگیم خیلی یکان جای دور است. یکی در درواز اگر سرحد گویی همین دروازه خانه، در اینجا خطی مرزی خانه و خطی وطن یک جاست و سرحد نیست یک مفهومی نامفهومی پنداری. در اینجا دشمن و تهدید را با چشم میبینند، نه از برنامه های اطلاعاتی و اخباری. اینجا چون که مفهوم سرحد، مفهوم وطن، مفهوم امنیت در این پیش خانه است. بنابراین همین درواز جای است که منفیت وطن
و منفیت شخص توأم است. امنیت وطن و امنیت شخص برابر است. حفظ وطن و حفظ دیوار خانه خود یک معنی دارد. اما در درواز آدم دقیقاً در درواز و همه بدخشان قدقدی آدم دقیقاً میفهمد که امنیت چیست، تهدید چیست، حفظ وطن چیست. بنابراین من میخواستم همین روحیه بلندی وطنداری همچنان ادامه یابد و درواز در اون جایگاهی بلندی معنوی فرهنگی معرفتی که برای جمهوری داشت همچنین در جایگاه بلندی وطنداری برای همه ما یک نمونه باشد.